می‌بینیم که چگونه عملیات تومور را در مغز انجام میدن. اما سوال اصلی است که چرا در مغز ما تومور پیدا میشه؟ یکی از دلایل اساسیش تشویش کردن است. آینده ما چطور میشه؟ شوهرم من رها نکنه، زنم من رها نکنه، اولادایم چطور خواهد شد، مادرم چی میگه، وظیفه‌ام چطور است. این تشویش هایی که هیچ وقت نمیتونه در عمل زندگی شما را تغییر بده، براتون یک مصیبت دیگه ایجاد میکنه که تومورهای مغز است. دلیل دوم رژیم غذایی است. افرادی که غذاهای مختلف و بیمارا میخورن، مثل غذاهای خیلی چرب، یا سیگرت میزنن، یا چرس میزنن، یا پودر میزنن، یا شراب مینوشن، بنان متوجه تان باشین وقتی که شما تومور مغز داشته باشین باعث فلج شدنتان میشه. وقتی تومور مغز داشته باشین شاید باعث از دست دادن حافظه تان شود. وقتی تومور مغزی داشته باشین شاید بالای مغزتان فشار بیاره، چشمایتان دید خود از دست بده. وقتی تومور مغزی داشته باشین شاید به وقت تداوی نشه و بمیرین. و این همه به خاطر چی؟ به خاطر ای که ما نمیتونیم رژیم غذایی خود را به شکل درستش کنترل کنیم و در این حالت در مورد چیزایی تشویش میکنیم که به دست ما نیست. بنان به نظر من یک مشکل اگر داری یا میتونی حلش کنی یا نمیتونی حلش کنی. اگر میتونی حلش کنی باید عمل کنی، اگر نمیتونی حلش کنی باید بسپاری به خدا. نی که بشینی و غم بخوری تا مغزت پریشان شوه، بالایش فشار بیشتر بیایه و بالاخره برای تو یک تکلیف دیگه پیدا شوه و زمانی که تو میفهمی که تومور مغزی داری و این باعث مرگت میشه، دیگه بزرگترین تشویشت است که خدایا هیچ چیز نمیخوایم، فقط صحتم جور باشه. پس لطفاً متوجه صحت خود باشین و خط قرمزتان باید صحت خودتان باشه.